پسمانداری حوادثی اخیری ولایت مختار کوهستان بدخشان این روزها در تلویزیونی دولت در تلویزیون محلی بدخشان ساکنانی منجو در وارد گفتنی شد که فوران علیه برخی ساکنانی معروف سخنرانی ها میکنند تنقیب ها و سخنرانی ها میکنند همچنین چند بیشتر هم خیلی محلی هم پیشنهادی از هیئت بدخشان کدام نمیدانی منش برگزار کردن. این بحث ها علیه در شبکه‌های اجتماعی، این سخن ها علیه در شبکه‌های اجتماعی بحث های اتنیکی و حتی زبانی را بر میان آورده. نظر شما همچون صدقه گرفتن یک می‌خواستم مفهمم بگید همین مثلا که دارم روزی وجود کردن مثلا نمایش‌های از ولایت رو سخنرانی ها که میشه که ولایت علیه تکنولوژی و شهر دیگر میتواند در آینده سبب امش گرفتنی بحث‌های اتنیکی و زبانی و حتی مذهبی شود و بالاخره مثلا تا اندازه که متأسفانه به جدای اندازی نزدیک کنند. مسئله که آن سخنرانی های ساکنان ولایت مختار بدخشان کوهی که توسط تلویزیون محلی صورت میگیرد خصوصیت اجباری داشته باشد، اطلاعات دقیق در اختیار کارشناسان قرار ندارد و این پیش از همه نظر نفرانی هست که خبرنگاران با آنها مصاحبه انجام دادند. در مسئله کارشناسی یک نازکی است. همه آن فکر و نظرهایی که صورت میگیرد پیش از همه باید میزان سنجش آنها نیز وجود داشته باشد، یعنی که وابسته به آن شماره اهالی که در ولایت مختار بدخشان کوهی هست هیچ وقت فکر و نظر 2-3 نفر یعنی که شماره معدودی آدمان نمیتواند که تمام منظر همین حوادث را نشان دهد. مسئله دوم وابسته به در اینجا هم فکر و نظر بعضی از ساکنان این ولایت خصوصا نواحی ونج و درواز و این به مسئله که شما در اینجا آن را ذکر کردید، یعنی که تغییر دادن حدود مرزی و معمولی ولایت مختار بدخشان کوهی با خواهش من به اطلاع شما می‌رساندم که این فکر رسمی مقامات محلی حاکمیت این دو ناحیه نیست و در همه مورد شما می‌دانید که نمایندگان مردمی به طریق انفرادی هم میتوانند که فکر و اندیشه خودشان را بیان کنند، ولی آنها نمیتوانند که در مجموع موقع گیری مقامات حاکمیت دولتی را انعکاس کنند و بنابراین این را به طریق خیلی روشن من میخوام که ساده بیان کنم تا اینکه توسط شما این دسترس تمام ساکنان کشور ما گردد و حقوق و مسئولیت تغییر دادن حدودهای مرزی جمهوری تاجیکستان ماموری تاجیکستان در اختیار نهادهای مخصوص دولتی است که آنها این را عمل میکنند. واقعا هم وابسته به این مسئله ما چند روز پیش یک مواد تحلیلی را نیز دسترس مقامات های دخلداری دولتی نمودیم که چنین موقع گیری های بعضی از نفرانی که در مقامات های دولتی کار میکنن و خود را چنین معرفی میکنن این به منفیت یک پارچگی و
وحدت کامل ساکنان کشورمان نیست و بنابراین هم ما با حدودهای مرزی و معموری تمام منطقه جمهوری تاجیکستان عرض احترام میگذاریم و این مسئله مورد شک و تردید قرار ندارد.